به نام خدا. از سوی همراه همیشگی تو. امروز صبح که از خواب بیدار شدی نگاهت می‌کردم. امیدوار بودم با من حرف بزنی. حتی برای چند کلمه نظرم را بپرسی و یا برای اتفاق خوبی که دیروز در زندگیت افتاد از من تشکر کنی. اما متوجه شدم خیلی مشغول انتخاب لباسی که می‌خواستی بپوشی. وقتی داشتی این طرف و آن طرف می‌دویدی تا حاضر شوی فکر می‌کردم چند دقیقه وقت داری که بایستی و به من بگویی سلام. اما تو خیلی مشغول بودی. یک بار مجبور شدی منتظر شوی و برای مدت 1/4 ساعت کاری نداشتی جز آنکه روی صندلی بنشینی. یک باره دیدمت از جا پریدی. خیال کردم می‌خواهی چیزی به من بگویی، اما تو به طرف تلفن دویدی و در عوض به دوستت تلفن کردی تا از آخرین شایعات باخبر شوی. تمام روز با صبوری منتظرت بودم، با آن همه کارهای مختلف. گمان می‌کنم اصلا وقت نداشتی با من حرف بزنی. متوجه شدم پیش از ناهار هی دور و برت را نگاه می‌کنی. شاید چون خجالت می‌کشیدی سرت را به سوی من خم نکردی. تو به خانه رفتی و به نظر می‌رسید هنوز خیلی کارها برای انجام دادن داری. پس از انجام چند کار تلویزیون را روشن کردی. نمی‌دانم تلویزیون را دوست داری یا نه. در آن چیزهای زیادی نشان می‌دهد و تو هر روز مدت زیادی را جلوی آن می‌گذرانی، در حالی که درباره هیچ چیز فکر نمی‌کنی و فقط از برنامه‌هایش لذت می‌بری. باز هم صبورانه انتظارت را کشیدم و تو در حالی که تلویزیون تماشا می‌کردی شام خوردی و باز هم با من صحبتی ننمودی. به هنگام خواب فکر می‌کنم خیلی خسته بودی. پس از آنکه به اعضای خانواده‌ات شب بخیر گفتی به رخت خواب رفتی و فوراً خوابت برد. نمی‌دانم چرا به من شب بخیر نگفتی، اما اشکالی ندارد. احتمالاً متوجه نشدی من همیشه برای کمک به تو آماده‌ام. من صبورم. بیش از آنچه فکرش را می‌کنی، حتی دلم می‌خواهد به تو بیاموزم چطور با دیگران صبور باشی. آنقدر دوستت دارم که هر روز منتظرت هستم. منتظر یک سر تکان دادن، یک دعا، یک فکر، یک گوشه‌ای از قلبت که به سوی من آید. خیلی سخت است مکالمه یک طرفه داشته باشی. خب، من باز هم پر از عشق منتظرت خواهم بود. به امید آنکه شاید فردا کمی از وقتت را در اختیار من بگذاری. از طرف دوست و دوستدار تو. خدا.